از صبحانه بخوریم. بیدار شده سورنا. بله صبحانه باید بخوریم. صبح شده، خورشید اومده سورنا، ولی من خیلی خوابم میاد. اما باید صبحانه بخوریم بعداً بخوابیم. آها صبحانه باید بخوریم. پس بیا اینجا سورنا پیش من، به بچه ها بگیم سلام بچه ها. الان صبحانه بخوریم. صبحانه صبحتون بخیر. صبح شده بچه ها. امروز میخوایم با هم دیگه صبحانه بخوریم و ورزش کنیم. مامانی منو ببین. باریکلا. بزن بریم. بچه ها وقتی که از خواب بیدار میشیم باید صبحانه بخوریم. سورنا صبحانه مثل چی؟ مثل نون و پنیر. مثل نون و پنیر. نونو برداریم، پنیر بزنیم خوشمزه. به به. دیگه چی میتونیم روی لقممون بذاریم؟ میتونیم گردو بذاریم. به به گردو. من نمیخوام الونه بخورم. بله گردو. بذار من امتحان کنم یه کمی از این. دوست داری شما امتحان کنی؟ من امتحان کنم. بچه ها نون و پنیر و گردو. به به. خیلی خوبه. خیلی خوشمزه بود. به به. منم میخوام یه تا الونه اجرا کنم. بله. خب سورنا دیگه صبحانه مثل چی؟ مثل تخم مرغ. مثل تخم مرغ. به به. تخم مرغ خیلی مفید و خوشمزه. بله. ما قوی میکنه. بله ما قوی میکنه. بله. دیگه مثل چی؟ مثل شیر. به یه لیوان شیر خوشمزه. دوست داری امتحان کنی؟ بله. یه ذره امتحان کن. به به چقدر خوشمزه. منم امتحان کنم. عالیه. صبح شیر بخوریم که قوی بشیم. دیگه مثل چی؟ مثل آب پرتقال. منم دوست دارم. آب پرتقال خیلی خوشمزه است. دوست داری امتحان کنی؟ بله. یکم امتحان کن. به به چقدر آب پرتقال خوشمزه مفیده. باشه من میخوام خرما رو امتحان کنم. بچه ها خرما خیلی مفید و خوشمزه است. بله پوپوسه خرمم داره. دوست داری سورنا یه کمی خرما بخوری؟ بله دوست یا نه؟ خرما هسته داره. هستش رو اینجوری جدا میکنیم و میخوریم. بفرمایید امتحان کن. دوست داشتی؟ بله. به پس خرما هم خیلی مقویه. بله. سورنا گردو. به امتحان کن. آفرین بچه ها گردو هم میتونیم صبح بخوریم. سورنا میدونی این چیه؟ عسل. آفرین سورنا اسمش عسله. میتونیم عسل رو بریزیم روی این چیه؟ اسمش پنکیک. اسمش پنکیک. اینجوری بریزیم روی پنکیک بخورم. بله الان امتحانش میکنیم. بعد یه کمی ازش امتحان کنیم. پنکیک خیلی خوشمزه است. بیا یه کمی امتحان کن. به به خیلی پنکیک خوشمزه است. به حالا بریم سراغ مربای آلبالو. به میتونیم نونو برداریم اینطوری. میتونیم نونو برداریم یه کمی کره بزنیم. بچه‌ها ببینید کره رنگش زرده و خوشمزه است. خب یه کمی سورنا مربا بریز روی نونم برام. باریکلا. یه کمی دیگه بزنیم. باریکلا. دوست داری امتحانش کنی؟ بله. یه کمی امتحانش کن.
چطور بود؟ خوشمزه بود؟ بله. چه مزه‌ای میده مامان؟ مزه نون و پنیر. مزه نون و کره و مربا. پس بچه ها یادتون باشه حتما از اینا بخورید. بله حتما هم مربا بخورید. یادتون باشه وقتی که از خواب بیدار میشین خب اول مسواک بزنیم. چشم الان شیر به شما میدم. مسواک بزنیم و بعدش آماده بشیم برای خوردن صبحانه. یه عالم صبحانه داریم. یه عالم صبحانه خوشمزه داریم. وقتی که صبحانه میخوریم چی میشیم؟ قوی میشیم. پس باریکلا. بلند کن. بله دوست داره سورنا قوی بشه و وزنه‌های سنگین بلند کنه. پس وقتی غذای مقوی و صبحانه مقوی بخوریم قوی میشیم. حالا سورنا حالا ما حسابی صبحانه خوردیم. میخوایم با هم دیگه بریم ورزش کنیم. آماده این بچه ها؟ بله. بزن بریم. بچه ها بیاین یه شعر قشنگ بخونیم. بلند شین اینجوری وایسین. آماده این؟ بکوب پا دست بکوب پا دست بکوب پا دست بکوب پا دست. اگه تو بیدار شدی از خواب نازنینه دیگه حالا وقتشه نرمش کنی یا ورزش. دستا با هم دوست میشن میرن اون بالاها. خم میشن به چپ و راست آروم آروم باز میشن. یهویی بسته میشن آروم آروم باز میشن. یهویی بسته میشن. حالا با هم بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا باز میشیم بسته میشیم باز میشیم بسته میشیم. پروانه میشیم میپریم بالا. خرگوش میشیم میچرخیم فرفره میشیم. آفرین بچه ها کارتون عالیه. آوردیم که بازی کنیم. خب سورنا دستتو اینجوری بگیر. میخوایم بین دستامون اینجوری کنیم. شما هم این کارو بکنید. اینطوری کنید. آها خیلی خوبه. حالا دستتون رو ببرید بالا. همینجوری ببرید بالا و بچرخونید. بچرخونید. آفرین. حالا بیارید پایین. ببریم سمت منم میخوام فوتبال کنم. درسته ببریم سمت این طرف. آفرین بچه ها. حالا بیاریم این طرف. سورنا این طرف. حالا بیاریم این طرف رو بچرخونیم. حالا با یه دستمون اینطوری کنیم. اینطوری. باریکلا. ببریم بالا. بیاریم پایین. سورنا بیار پایین. حالا بده اون دستت. حالا با این دست بچرخونیم. ببریم بالا. بیاریم پایین. حالا توپامون رو با هم عوض کنیم. این توپ بزرگه رو بدم سورنا. توپ کوچیکه رو من بگیرم. حالا دوباره بدم سورنا. اونو به من بده. باریکلا. حالا توپو بذاریم سرمون. آفرین. حالا توپو بذاریم رو دلمون. دلمون پایین تر باید بذاریم. آفرین. حالا توپو بذاریم پشتمون. باریکلا. حالا توپو بذاریم رو شونمون. باریکلا. حالا توپو بذاریم تو دستامون رو بیاریم جلو. باریکلا. آفرین سورنا. حالا ببریم بالا. بیاریم پایین.
ببریم بالا بیاریم پایین. حالا باریکلا سورنا. حالا چیکار کنیم؟ حالا توپمو عوض کنیم. بفرمایید عوض کنیم. این توپ کوچیک مال من، توپ بزرگ مال سورنا. باریکلا. حالا با هم دیگه اینجوری کنیم. درجا بزنیم ورزش. باریکلا. حالا سورنا دوباره توپمون رو با هم عوض کنیم. آفرین. دوباره عوض کنیم. آروم عوض کنیم. آروم. حالا تون. عوض کنیم. تون. سورنا. آروم مثل حلزون. تون مثل موش کوچولو. آفرین. حالا میخوایم توپمونو، این توپ کوچیکه رو بگیریم بندازیم بالا بگیریمش. باریکلا. کارتون عالیه. مسخرک برای کن. خدافظ. الو سلام. چی شده؟ من ناراحت شدم. چرا؟ آتیش گرفته. آتیش گرفته. بریم شعر آتش نشان رو بخونیم. آماده ایم؟ بدو آتش نشان سوار شو و زودتون برون. بدو آتش نشان بابو بپیچ تو این کوچه. بپیچ تو اون کوچه. بپیچ تو این کوچه. بابو زودتون نگاه کن آتیشو پیدا کن. زودتون نگاه کن آتیشو پیدا کن. زودتون نگاه کن آتیشو پیدا کن. بابو بالا برو از نردبون. بالا برو از نردبون. بالا برو از نردبون. بابو آبو بپاش روی آتیش. آبو بپاش روی آتیش. آبو بپاش روی آتیش. بابو آتیش خاموش شد. آفرین. حالا برگرد کارت عالی بود. حالا برگرد کارت عالی بود. حالا برگرد کارت عالی بود. بابو آفرین بچه ها. آتیش منو خاموش کردی. خواهش میکنم. آتیش خاموش شد. خدافظ. سلام بچه. اسم من گاوی. اسمت چیه؟ سلام گاوی. سلام. اسم من خرگوشه. گاوی شما کجا زندگی میکنی؟ تو مزرعه. توی مزرعه؟ بله. گاوی راسته که میگن شما شیر داری؟ بله که دارم. ببین. وای اگه ما شیر بخوریم برای صبحانه چی میشه؟ قوی میشه. بله قوی میشی. چشمم دارم. چشمان نشون بده ببینم چشمات کجاست؟ یکی دارم. یکی. یه دونه چشم داری؟ برای نه 2 تا چشم دارم. 2 تا داریم. ما با چشمامون میتونیم ببینیم چیا رو ببینیم؟ مثلا اردک ها رو. اون وقت اردک ها چی میگن؟ کوک حرف نمیزنه. بله اردک ها میگن کوک 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 کوک. حرفم نمیزنه. بذار. سلام آقای گاوی چی میخوری؟ گوشت خوشمزه؟ نه که نمیخورم. چی میخوری پس گاوی؟ شیر؟ بله. یا علف؟ علف. علف چه رنگیه؟ سبز.
سبز آقای گاوی. آقای گاوی چه گوشای قشنگی داری. آماده ای؟ مهدشید کجایی؟ دالی. دوباره مهدشید سورنا کجایی؟ دالی. او کسی سورنا و مهدشید رو ندیده؟ دالی. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 بیام. بله. سورنا مهدشید دالی. من بودم دالی کردم. بله ما بودیم که دالی کرد. حالا بادکنکامون رو بزنیم بره. 1 2 3 بزن رو هوا. 1 2 حالا بزن. 1 2 3 بچه ها کارتون عالی بود. بچه ها من سورنا اومدیم شعر آرام رامو بخونیم. آماده ای؟ بله. آفرین. پس ای کوچولو ای کوچولو پاشو 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 ورزش کن. بچرخون دستاتو تون 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 تون. آرام رام بکوب روی پاهات بام بام بام. آفرین سورنا تموم شد. بچه ها میخوام یه بازی هیجان انگیز انجام بدیم. وقتی که گفتیم تامی تامی اسکلت باید صاف وایسی. آماده ای سورنا؟ 3 نه بذارید اونجا میگه 3 2 1 تامی اسکلت. تامی اسکلت. تامی اسکلت. تامی اسکلت. تامی خرگوش. تامی اردک. تامی اسکلت. تامی پروانه. کارتون عالی بود بچه ها. سورنا باریکلا کارت عالی بود. بچه ها حتما برامون فیلم بفرستید. من سابسکرایب کنید. سابسکرایب کنید حتما منو. فیلمای قشنگتون به اینستاگرام مهدشید یا تلگرام مهدشید بفرستید. خداحافظ.